سلام بچه ها، من نویدیه هستم و خوش اومدید به ویدیو آموزش دانلود و نصب GTA V برای کامپیوتر. وارد گوگل کروم میشه، سرچ کنید دانلود GTA V برای کامپیوتر. سایت اول مدرن دانلود رو باز میکنید. بچه ها اینجا دو نوع فایل داریم، ما فیتکری و الامیگوس. ما فایل الامیگوس رو دانلود کنیم چون فیتکری فشرده است و شاید فایلاش خراب باشه. بچه فایل ها که دانلود کردید باید اکستراکت کنید فایل ها رو. بعد که اکسترکش تموم شد یک فولدر به شما میده که نوشته GTA V الامیگوس. باز محیط پوشر GTA V رو میزنید و روی فایل ستاپ کلیک میکنید. اوکی میزنید نیکس. بچه اینجا چون من دارم از قبل نیکس رو بزنم بهم ارور میده. شما نیکس رو بزنید، چند تا نیکس دیگه هم میاره که میگه باز کنم بازی و بعد که نصب شد و از این چیزا. بعد که تموم شد شما میتونید خیلی راحت روون و درجه یک بازی رو انجام بدید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.